21 ساله زاده تاجیکستان دین سایوا که او را ملکه تیک تاک و یکی از بزرگترین بلاگرهای روسیه مینامند خبر داد که با مسئله شهروندی روسیه‌اش مشکلی پیدا کرده است. دین سایوا روز 30 ایون در بخش استوریز در صفحه‌اش در اینستاگرام گفت مرافعه دادگاهی مسئله شهروندی او روز 23 ایول دایر می شود و او حالا شدیداً در پی جستجوی یک ادوکات خوب برای حمایت منفعت‌هایش در این دادگاه می باشد. دین سایوا شرح نداد که در مسئله شهروندیش چه مشکل و با کدام سبب پیش آمده است، ولی از مخلصانش خواست اگر مدت غیب زند نگران نباشند. دین سایوا 21 سال دارد. نام اصلی او مدینه بسایوا بوده. ملکه آینده تیک تاک روسیه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده است و همراه پدر و مادر و دیگر اعضای عائله‌شان به اکاترینبورگ روسیه کوچیدند. دین سایوا سالهای پیش با چندی از جوانان تاجیک نیز وارد بحث‌های شدید شده بود. منتقدان تاجیکش طرز لباسپوشی و رفتار دین سایوا را بیرون از حد آداب خاص یک دختر مسلمان نامیده از وی دعوت میکردند که خود را اصلاح کند، ولی دین سایوا میگفت کسی را اجازت نمیدهد که به طرز زندگیش دخالت کنند و او را پند دهند. روز 22 اپریل سال جاری دین سایوا ظاهراً میخواست هنگام پخش مستقیم خودکشی کند، ولی مادر و خواهرش سر وقت در حجره او را گشوده از این را دین را برگردانیدند.